عشق اولش خیلی لذت بخشه که زیبارو رو میبینی، دلت میلرزه، کیف میکنی، لبخندی میزنه، احتمالاً جاذبه‌ای برات داره. حافظ در یکی از زیباترین ابیاتش میگه که چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود. میگفتم آخ جون دیگه اون چیزی که میخواستم به دست آوردم. چه دانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. از کجا میدونستم انقدر خطرناکه؟ مثل قواسی که میپره تو آب میگه الان مروارید رو صید میکنم، بعد گرفتار امواج میشه و گرفتار تلاطم دریا، تازه میفهمه چه کار سختی رو شروع کرده. هر کسی تاب و توان تحمل لحظات ویرانگر عشق رو نداره. یه کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد. ای بی خبر از حال بیمارم